سلام تماشابینان گرامی. نشر نوبتی برنامه تحلیلی و سیاسی دنیوی و دولت‌داری ملی را پیشکش شما می‌گردانیم. ارائه پیام پرزیدنت جمهوری اسلامی در حیات سیاسی و اقتصادی اجتماعی جمهوری یکی از رویدادهای مهم و دورنمابخش به حساب می‌رود. در فضای ناآرام جامعه امروزه پیام راهنمایی است که جامعه را به سوی سازندگی، مفکوره را به سوی سالمی و آینده را روشن می‌نماید. برای تحلیل و بررسی موضوع پیام راهنمای دولت دنیوی و حفظ ارزش‌های ملی به استودیو دعوت نمودیم دکتر علمی خوششناسی، پروفسور، معاون رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر عینی اوید به کارهای علمی سنگیزاد دانیار. سراول می‌خواستم دایر به نقش پیام‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حفظ ارزش‌های ملی اندیشه خود را بیان می‌کردید. پیام همچون حجت سیاسی و حقوقی معین کننده سمت‌های داخلی و خارجی کشور به پارلمان کشور به خلق تاجیکستان با اون مقصد ارائه می‌گردد که تمام مردم از پیشرفت و دستاورد و بردباری‌های کشور در سال معین آگاه باشند و زمینه دیگری پیام در آن است که برای احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی تحکیم بخشیدن به آنها اندیشه‌های سودمند در آن از جانب پیشوای ملت تاکید می‌گردد و حتی وظیفه‌دار می‌گردند اهل کشور که در حفظ ارزش‌های ملی کاری را به سامان رسانند. مثلا امروز گیریم یکی از ارزش‌های ملی که باعث پایداری و استواری دولت صاحب استقرار، دموکراسی، حقوق بنیاد دنیوی یگانه است، کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان می باشد و 28 دکبر سال 2023 پیشوای ملت تاکید نمودند که با افتخار تجلیل 30مین سالگرد قبل کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان برای با شکوه برگزار نمودن این چهاره‌بینی اینچنین بار دیگر به مردم کشور فهمانیدن معیارهای حقوقی، ارزش‌های حقوقی در جمهوری تاجیکستان سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلام کرده شود. بینید کنستیتوسیون همچون مقدسات ملی، همچون ارزش ملی در سطح پیام پرزیدنت کشور تحلیل گردید و حتی پیشکی تا 6 نوامبر سال 2024 علاقه دستورهای مشخص جهت احترام گذاشتن به کنستیتوسیون ترغیب نمودن معیارهای آن وظیفه‌های معین گذاشته شد. در دیگر سمت‌ها نیز به‌واسطه از جانب پیشوای ملت برای حفظ ارزش‌های ملی در پیام‌ها دستور و سفارش‌ها داده می‌شوند. مثلا بینید که برای تازه و زیبا و آزاده نگاه داشتن تاجیکستان و همچون کشوری سبز معرفی نمودن آن از جانب پرزیدنت کشور احترام به محیط زیست همچون یکی از وظیفه‌های شهروندان بیان گردید. یعنی امروز هر ارزش، هر دستاورد و هر مقدساتی که در کشور ما جای دارد آن در پیام سرور دولت اولا به خلق کشور معرفی کرده می شود، بعداً جهت حفظ آن، جهت نگهداری آن و جهت رشد بخشیدن به آن دستور و سفارش ها داده می شود و امروز یکی از کارهایی که به اندیشه من حقوق‌شناسان باید به سامان رسانند از جمله خود ما و شما بیشتر تبلیغ نمودن معیارهای کنستیتوسیون می باشد. امروز اگر در کشور ما ده‌ها سندهای معیاری حقوقی جای داشته باشد و در زمینه آن ما و شما عمل خود را به سامان رسانیم، معیارهای آنها مناسبت‌های جمعیتی را تنظیم کنند، همه آنها در مجموع با کنستیتوسیون کشور مطابقت می‌نمایند و هر نفری که در جامعه زندگانی می‌کند نه بسته از اختصاص و ساحه فعالیت آن باید که کنستیتوسیون را داند، چون که یکی از عهده‌داری‌های مقدس هر یک شهروند دانستن و رعایت نمودن معیارهای کنستیتوسیون و قانون‌ها است و هر نفری که این کار را به سامان رسانید اگر نداند باید آموزد
чунки соли маърифати ҳуқуқӣ аст ва он бояд арзишҳои ҳуқуқие ки дар сатҳи қонунгузорӣ ҷой дорад аз он бояд бархурдор бошад ва баъдан барои пешбурди зиндагии худ аз он истифода барад. имрӯз дар ҷомеа ҳар нафаре ки аз қонунгузорӣ бархурдор аст ҳуқуқҳои худро медонад, дар байни аъзоёни ҷомеа шахси дорои маърифати баланди ҳуқуқӣ эътироф шудааст, шинохта шудааст. бинед дар паёми худ пешвои миллат таъкид намуданд ки таъмини рушди босуботи кишвар аз қонунҳои босифат вобаста аст. пас имрӯз қонунҳое дар кишвари мо қабул шуданд ки онҳо танзимкунандаи муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ мебошанд ва ҳамаи ҳамин қонунҳо дар маҷмӯъ агар ҳисоб кунем барои ҳимояи ҳуқуқу манфиати шаҳрвандон қабул мешаванд. моҳияти аслии худи қонун таъмини шароити зиндагии арзанда ба ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст ва ҳар тағйиру иловаҳое ки ба он ворид карда мешавад бо назардошти рушди муносибатҳои ҷамъиятӣ ба манфиати халқи тоҷикистон аст. пас ҳар кас бояд ӯҳдадории худро ҷиҳати риояи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳифзи арзишҳои миллӣ ва дар баробари ин рушд бахшидан ба тоҷикистони азиз ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд саҳмгузор бошад. ташаккур. дар воқеъ дар ҳамин шароити ноором ки дар паёми пешрои миллат ишора ба вазъи ноороми минтақа шуда гузашт, ягона роҳи наҷот ва барои боз ҳам шукуфон рафтани миллату давлат ин тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ватандӯстӣ аст ва ҳифз намудани арзишҳои миллӣ. президенти кишвар дар тамоми паёмҳо пайваста таъкид менамоянд ки ҳифзи арзишҳои фарҳангӣ гузаштагонамон вазифаи ҳар яки мо шумо аст. доир ба субот амни тоҷикистон сухан ронданд. ин бори дигар аз ҳамон эҳсоси ватандӯстӣ, меҳри ватанпарварии пешвои миллат шаҳодат медиҳад. такроран бошад қайд менамоем ки президенти кишвар гуфтанд ба хотири дар як сатҳи олӣ ҷашн гирифтани 30-умин солгарди конститутсия, яъне бахномаи миллат соли 2024-ро ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ эълон карданд. барои дар сатҳи зарурӣ паси сар намудани соли маърифати ҳуқуқӣ боло бурдани шуури ҳуқуқӣ лозим аст. эълон намудани соли маърифати ҳуқуқӣ дар боло бурдани шуури ҳуқуқии ҷомеа чӣ нақш мебозад? маърифати ҳуқуқӣ маҷмӯи донишҳо, маҷмӯи андешаҳо дар бораи қонун ва қонунгузорӣ мебошад. яъне ҳар нафаре ки имрӯз иттилооти мушаххас дар бораи қонун аз ҷумла конститутсия, кодексҳо, қонунҳои конститутсионӣ, санадҳои зерқонунӣ дорад, ӯ шахси дорои маърифати ҳуқуқӣ аст. яъне доштани дониши мушаххас дар бораи қонунҳо аллакай худ ифодакунандаи маърифати ҳуқуқӣ аст. ва сабаби эълон кардани соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ таҷлили 30-умин солгарди қабули конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. ва ҳангоме ки шахс паёми президенти кишварро гӯш кардааст, меомӯзад, фармони президентро дар бораи эълони соли 2024 ҳамчун соли маърифати ҳуқуқӣ хондааст, тавзеҳоти онро таҳлил кардааст, ба хулосае меояд ки ҳадафҳои эълони ин сол чунин мебошанд. якум, таблиғи арзишҳои ҳуқуқӣ. дар зери мафҳуми таблиғ таълим, омӯзиш аз барнамоӣ дохил мешавад. яъне эълон шудани ин сол ҳар як нафарро ӯҳдадор месозад ки агар он фаъолияти таълимӣ дошта бошад, пас дар ин сол бояд фаъолияти худро боз ҷонноктар намоем ки ҳар нафар толибилме ки дар ихтисосҳои муайян таҳсил мекунад аз меъёрҳои қонунгузорӣ бештар бархурдор шавад ва дар сатҳи ҷумҳурӣ бошад субъектони татбиқкунандаи қонунгузорӣ ҷой доранд ки онҳо бояд боз тавассути сомонаҳо,
توسط فعالیت گسترده خود اطلاعات زیادتر را درباره صفت قانون ها، معیار قانون ها، مقررات آن پیشنهاد نمایند و در مجموع باشد خود خلق با آن رو آورند که همین معیارها را اقلا در سطح معین از خود کنند. یعنی امروز زمانی رسیده است که همین هدف، یعنی آموزش و تعلیم دادن معیارهای قانونگذاری در سال جاری باز بیشتر شود. دوم هدفی که پیشوای ملت بیسته به اندیشه من این سال را همچون سال معرفت حقوقی اعلان نمودند، عهدهدار نمودن شهروندان جهتی در زمینه قانونگذاری عمل کردن است. بینید موافق کنستیتوسیون کشور ندانستن قانون جوابگری را استثنا نمی‌کند. پس هر کسی که حقوق‌های خود را نمی‌داند، عهدهداری‌های خود را نمی‌داند، اگر کردار هم صادر کند تحت جوابگری قرار می‌گیرد. امروز که جوابگری مأموری جای دارد، جوابگری جنایتی جای دارد، جوابگری انتظامی جای دارد. همین نمود با کودکس‌های معین، کودکس حقوق ویرانکنی مأموری، کودکس جنایتی، کودکس مهنتی تنظیم کرده می‌شوند. پس هر نفری که عهدهداری‌های خود را اجرا نمی‌کند تحت جوابگری قرار داده می‌شود. مثال بینید اگر موافق کودکس مهنتی جمهوری تاجیکستان گیره، هر کارمندی که عهدهداری‌های وظیفوی خود را درست اجرا نمی‌کند تحت جوابگری از جمله مجازات انتظامی قرار داده می‌شود که آن سرزنش، تنبیه قطعی و از کار آزاد نمودن است. بله. یعنی کارمند دعوا کند که من نمی‌دانستم که همین کار به عهده من است، در اساس دستورالعمل وظیفوی من باید اجرا کنم، او از جوابگری آزاد نمی‌شود، چون که وی عهدهدار است که قانونگذاری را رعایت کند و همون دستورالعملی که هست آن را پورا اجرا کند. بله. پس همین گونه مثال ها میتواند هم در حقوق جنایتی هم در حقوق مأموری باشد. دوم هدف یک بار دیگر مردم را به آن وابسته نمودن که معیارهای قانون را آموزد و در اساس آن عمل خود را درست برآمانند. و سوم من اندیشه دارم امروز هدف اعلان نمودن تربیه مکمل حقوقی نمودن شهروندان جمهوری تاجیکستان و بلند برداشتن معرفت حقوقی آنها است. یعنی امروز در جامعه نفر معرفت حقوقیش والا است، آن از حقوقهای خود برخوردار است، کوشش میکند عهدهداری‌های خود را سری وقت اجرا کند و با یگان معیار حقوق ضد عمل نمیکند. و اگر همین هدف‌ها در این سال جامعه عمل پوشند، سال معرفت حقوقی به اندیشه من سالی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان، سالی بیشتر نمودن اطلاعات حقوقی درباره قانونگذاری کشور و سالی گرفتن دانش‌های حقوقی درباره ارزش‌های حقوقی اعتراف کرده می شود. تشکر. گفتنید که یعنی در همین سال تبلیغ و تشویق ارزش‌های کنستیتوسیا و دیگر قانون‌هایی که در زمینه کنستیتوسیا قبول شدن فهمانده بودند به جامعه این سال به همین مقصد قبول شده است و مردم از حقوق خود بیشتر آگاه شوند. در پیام پیشوای ملت با تاکید گفتند که عملی شدن معیارهای کنستیتوسیا به ما امکانیت داد که به این روز رسیم. یعنی عملی گشتن معیارهای کنستیتوسیا به ما امکانیت فراهم آورد که صاحب دولت واقعا هم پیشرفته در شرایط موضوع مشرف کردیم. طوری که معلوم است رشد و ترقیات استوار هر یک جامعه از مفکوره سالم آن ملت وابستگی دارد. چقدر که مفکوره سیاسی و حقوقی جامعه رشد کرده باشد، همون قدر قانون ویرانکنی کمتر می شود، همین قدر روح به سوی رشد جامعه بیشتر می شود. در این شرایط اگر عقلها تربیت نیابند، تهدیدها شناخته نشوند و بدیها تمیز نگردند، پیشرفت جامعه غیر امکان است. با نظرداشت این میخواهم از شما پرسیم در چنین شرایط پیام‌های پیشوای ملت در تربیت مفکوره سالم ملی چه اهمیت دارد و چه نقش بازیده میتواند؟ تشکر زیاد. واقعا در خود پیام تاکید میگردد که آن درباره دستاوردهای
داخلی و خارجی کشور است. بله. آن سیاست داخلی و خارجی کشور را فرا میگیرد و پرزیدنت کشور در همه پیام‌های خود آغاز میکنند از رشد اجتماعی دولت، بله بله، ثبات جامعه در جمهوری تاجیکستان، پیشرفت ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و قسمت آخرین پیام پیشوای ملت به وضع جهان معاصر از جمله سیاست بیرونه بخشیده شده است و امسال نیز پیشوای ملت تاکید نمودند که عامل‌های زیادی تاثیر کننده به صلح و ثبات کشور ما جای دارد، از قبیل تروریسم، اکستریمیسم، مبارزه بین تمدن‌ها، مقاومت سیاسی بین دولت‌ها و غیره. و تاکید بیشترشان در آن بود که در همین حالت، در همین فضا زیرکی سیاسی را باید هیچ یگان شهروند از دست ندهد. زیرکی سیاسی چی است؟ زیرکی سیاسی مجموعی دانش‌های انسانی معین درباره ارزش‌های ملی، پاس داشتن ارزش‌های ملی، حفظ نمودن دولت از همه گونه تهدیدها است. یعنی امروز نفر دارای سطح بلندی زیرکی سیاسی می باشد که از تاریخ خود برخوردار است، از قانونگذاری کشور آگاه است و می داند که مثلا تاجیکستان دولت صلحجو می باشد و می داند که تاجیکستان با 180 دولت دنیا رابطه‌های سیاسی و دیپلماتی دارد. سیاست درهای گشاد را پیشه کرده است. می داند که تاجیکستان بیشتر از در 70 تشکیلات و سازمان‌های بین المللی اعضا است. سفارت و کنسولگری‌های خود را در خارج دارد و برعکس. پس نفری است که راه‌های حفظ دولت و دولتداری، ارزش‌های ملی و بزرگان این کشور را می‌شناسد و نفری است که کوشش می‌نماید موافق قانونگذاری به عمل دست نزند که وی به ضد اساس‌های ساختار کنستیتوسیونی است. پس امروز برای نگاه داشتن صلح و ثبات، برای مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم و خائنان دولت، دانستن ارزش‌های حقوقی، داشتن معرفت بلند حقوقی ضرور است. و مثال مشخص را میگیریم. امروز بعضی نفرانی هستند که توسط سامانه‌های اجتماعی وارد اطلاعات میشوند که آنها با قرار پلنوم سود عالی همون سامانه‌ها منع شده است و هر کسی که وارد میشود موافق کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان به جوابگری جنایتی کشیده میشود، چون که آن اطلاعات در اون سامانه‌ها جای دارد که آنها بر ضد ارزش‌های ملی هستند، مفکوره را ویران میکنند، اغواانگیز هستند، گمراه کننده هستند و غیره. تهدید بر رشد و ثبات جامعه هستند. بله، اگر امروز ما توسط منع کردن آن، توسط به جوابگری جنایتی کشیدن نفرانی که آن را تبلیغ میکنند دست نزنیم، زیادتر به امنیت ما تهدیدها وارد میشوند. پس هر نفری که امروز وطن دوست است میخواد که تاجیکستان دائم صلح و ثبات باشد، رشد اقتصادیات و اجتماعیات و سیاست و فرهنگ جای داشته باشد، ما رو همچون نفران شناسند که دارای تاریخ کهن می باشیم، باید مبارزه برد و همین نفرها دارای مفکوره بلندی سیاسی و زیرکی سیاسی می باشند. پس پیام های پیشوای ملت تاکیدها به آن است که هر کس از تاریخ خود برخوردار باشد، از حقوق‌های خود استفاده برد، عهده‌داری‌های خود را اجرا کند و در مجموع کوشش کند که به تاجیکستان نفعش رسد، فایدهش رسد، ضرری نرساند. پیام پیشوای ملت همچون گفتاری برجسته پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای رشد بخشیدن به دانش‌های حقوقی، استوار نگاه داشتن همین فضای صلح و ثبات است. تشکر. در واقع وقتی پیام را گوش میکنید با دقت، تاکیدهای پیشوای ملت برای تربیت مفکوره سالم این رو آوردن به علم معارف بود. پیوسته تاکید کردن که هر نفری که دانشمند است
و از دانش‌های واقعی باخبر است هیچگاه بر ضد منفعت ملت و دولت کار نمی‌کند. برای بالا بردن سویه دانش اهل جامعه پیام‌های پیشوای ملت چه رول بازی چه نقش دارند؟ تشکر زیاد. واقعا هر یک پیام پرزیدنت کشور یک دستاورد سال معین و یک وظیفه به سال معین نیست. این اطلاعات از زمان استقلالیت دولتی، اطلاع و معلومات درباره قهرمانان تاجیکستان، چهره‌های ماندگار تاجیکستان که امروز آنها را ما همچون قهرمان تاجیکستان بها دادیم، کتاب‌های آنها را مورد تحلیل قرار میدیم و آینده چندین ساله تاجیکستان است. و هر کسی که پیام پرزیدنت کشور را گوش میکند، مطالعه مینماید، اولا از تاریخ پرغناوت خلق تاجیک، قهرمانان تاجیکستان برخوردار میگردد. بعداً با آینده درخشان مهر میبندد و سیوم انسانی وطن دوست میشود. چون که اگر هر نفر مانند پرزیدنت کشور سخنهای نیک، پندآمیز، عبرت بخش گویند، اگر هر نفر مانند پرزیدنت کشور برای دولت و ملت خود، صلح و ثبات خود حرکت‌های هر روزه و هر ساعته پیوسته کنند، اون نفران مردهای ایدئالی، نفران ایدئالی به مانند پرزیدنت کشور برای تاجیکستان عزیز می باشند. امروز بینید هر جوانی که ما و شما اگر در صنفخانه است، در یک جمع است، سوال دیم که برای شما در تاجیکستان نمونه شخص عبرت بخش نمونه کی است؟ میگویند اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان. چون که همین پیام ها، همین صحبت و واخوری های پیشوای ملت باعث افتخار هر یک شهروند تاجیکستان است. هر وقتی که پیشوای ملت در سازمان های بین المللی برآمد میکنند، هر یک تاجیک قبط گوشت میگیرد. و وقتی که پیشوای ملت کوشش های زیاد به خرج دادند، 5 تشبث بین المللی کردند، تاجیکستان را همچون دولتی صلح آفر، دولتی صلحجو و زود از جنگ شهروندی آزاد شده معرفی کردند، محترم امامعلی رحمان توانستند که نه تنها خود را همچون پیشوای ملت و رهبر دولت معرفی کنند، ملت تاجیک را در سطح بین الملل معرفی کردند و تاجیکستان را الکی همه میشناسد. با گرفتن نام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان افتخار از دولت و دولتداری، از دولتی صاحب استقلال بودن و جایگیر شدن در حدود معین در ضمیر هر یک جوان بیدار می شود. تشکر. در واقع هر یک نفری که خودشناس و هویت ملی دارد از پیام و برآمدهای پیشوای ملت الهام میگیرد. ما میدونیم که شما با نظمم کم کم سر و کار دارید. میخواستم آید الهام خود را دایر با پیام پیشوای ملت در شکل نظم چند گفته باشید. تشکر زیاد. واقعا هر وقتی که انسانی که در وجود ذره از الهام شاعری جای دارد و پیام پرزیدنت کشور را گوش میکند یا در آن اشتراک میکند، همون الهام احیا میشود. و من چندین شعر و دو بیته ها نوشتم. امروز میخواهم یکی از این شعرهای خود را پیشنهاد نمایم که نام دارد پیام سرور دولت. باشد. رهبری ما در پیامش نیک حکمت میکند. شکر این ملت برای خلق خدمت میکند. اجتماعی، اقتصادی، هم سیاست کار اوست. پایه علم استوار او در سیاست میکند. نقش زنها و جوانان در جماعت پایدار، بر یتیمان و صغیران نیز خدمت میکند. جنگ را آرید در یاد، درک این ساعت کنید. دائما بر صلح و وحدت او هدایت میکند. دور نماید سنگ کشور، دوست دارد میهنش.
هرگاه بر اهل مجلس او پیامد میکند دنیا را این نفر را چون پدر تو دوست دار چون که ما را پشتیبان و هم حمایت میکند. تشکر. در واقع بسیار عالی است. واقعیتی پیام را درج کرده اید. همون مسائلی که در نزد شما وارد کرده اید به واسطه در پیام پیشوای ملت اعاره شدند. پرزیدنت کفیل حقوق و آزادی انسان، کفیل کنستیتوسیا و دیگر قانون‌ها است. پیوسته در تمام برآمد و پیام‌های خود تاکید می‌کند که اجرایش قانونگذاری سبب صلح و ثبات و امن جامعه است. کنستیتوسیا معیارهاش وقتی در عمل تطبیق می‌شود رشد و ثبات جامعه را تامین می‌نماید. سال معرفتی حقوقی اعلان نمودن سال 2024 هم تنها به خاطر در تفکر هر یک شهروند تاجیکستان جای نمودن ارزش‌های کنستیتوسیا و دیگر قانون‌هایی که در پرتو این بخشنامه ملت قبول شده است میباشد. یادآور میشویم همصحبت ما بودند دکتر علم حقوق‌شناسی پروفسور سنگیزاد دانیار. با امید حفظ ارزش‌های ملی، پایداری صلح و ثبات و راهنمایی پیام پیشوای ملت در وجود هر یک تاجیکستانی خیر تا برنامه‌های دیگر